درود دوستان، آماده اید تا با هم بازی ها رو ببریم زیر ذره‌بین پلی چیستا. امروز با یه بازی اومدم که باید از 2 کره مغزتون داخل بازی استفاده کنید. یه بازی قدیمی و جذاب که صدای سازهای کوبه‌ای اون رو خاص میکنه ولی کیفیت داغونی داره. اما چیز جالبی که داره اینه که نوشته ها رو توی مسیرت میاره و انگار هراه با نقشه است. این بازی هم مثل بازی قبل هم چپ و راست، بالا و پایین داره، هم کنترل با ژیروسکوپ داره. موانعش تکراری و خسته کننده نیست که همین بازی رو جذاب میکنه. حمایت فراموش نشه. باز به خاطر ژیروسکوپ مردم. و اگه شخصیت پاش به موانع گیر کنه سرعت کم میشه و اگه 2 بار این کار رو انجام بدید توسط میمونهای وحشی یام میشید. واقعا من نمیدونم سکه ها تو این بازی به چه کار میان. اگه میدونید بهم بگید. سورپرایز تو کامنت ها پنهان شده. ممنون که تا آخر ویدیو دیدی. یادت نره از من حمایت کنی. تا ویدیو بعدی، بدرود رفیق.